مولانا در غزل 1723 به همون ذکری یاد داده که اگه دائما این ذکر رو تکرار و به خودمون تلقینش کنیم تا به جان و دلمون بشینه و بشه طرز فکرمون، این ذکر ما رو با خداوند یکی میکنه و برکت این یکی شدن ما با خداوند باعث میشه تمام مشکلات و قفل‌های زندگیمون باز بشه. اینجا کانال یوتیوب رادیو مولاناست و من در این ویدیو قراره آدرس یکی از بهترین ذکرهای معجزه‌گر مولانا رو بهت بدم. پس اگه میخوای بدونی اون ذکری که پر از عشق و محبت و رحمت و لطف بی‌نهایت خداونده چیه، با من تا انتهای ویدیو همراه باش. در این غزل زیبا و پر از عشق مولانا از زبان خداوند به همون میگه نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به لطف بردارم. اغلب برای همه ما وقتی که در مشکلات گرفتاریم این سوالات پیش اومده که چرا خدا کمکم نمیکنه؟ چرا خدا منو نمیبینه؟ چرا دستم رو نمیگیره؟ چرا هر دعایی میکنم و هر ذکری که میگم جوابی نمیشنوم؟ در این وضعیتی که من گرفتار شدم، پدرم، مادرم، دوستانم، حتی کسانی که با من دشمنی دارن دلشون به حال من میسوزه. ولی چرا خدا اینقدر سنگ دله و اصلا کاری برام نمیکنه که از این وضعیت نجات پیدا کنم؟ این دیدگاه اکثر ما در مواجهه با مشکلات از خداونده. ولی مولانا که من ذهنی نداره و فضای درونش باز شده و تبدیل به خداوند شده و از طرف خداوند با همون صحبت میکنه، در غزلی که پر از عشق و محبت بی نهایت خداونده به همون میگه نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به لطف بردارم. مولانا با این بیت به همون میگه کی گفته خداوند رهات کرده؟ کی گفته یک لحظه فراموشت کرده؟ خداوند همیشه و هر لحظه از زمانی که به دنیا اومدی تا زمانی که از این دنیا میری به دنبال توه، چون خداوند خالق توه و عاشقته. چطور میشه باعث آزار تویی بشه که خودش خلق کرده و از روح خودش در تو دمیده و تو را اشرف مخلوقات قرار داده؟ پس این تاریکی و من ذهنی تویی که داره تو رو به خدا بدبین میکنه. خداوند میگه من هر لحظه و هر آن در کاری هستم که میخوام تو رو تو این دنیا عزیزت کنم. میخوام از این ذلت و از این درد و رنجی که به خاطر من ذهنی گرفتارش شدی آزادت کنم. به ذات پاک خودش قسم خورده، به ذات پاکی که از همون ذات پاک در درون تک تک ما هم هست، چون ما از جنس خودشیم. خویش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک و صاف خود. وقتی هم هویت شدگی ها از درونمون کنار بره، متوجه میشیم که اون ذات پاک در درون ما هم بوده و هست. مولانا میگه ذکر به معنی یاد کردنه و ذکر واقعی عملی نه زبانی. پس اگه میخوای ذکر بگی، اگه میخوای با خداوند حرف بزنی، باید فضای درونت رو باز کنی. باید درونت رو از هر ناپاکی و آلودگی تمیز کنی و باید از جنس پاک و صاف خداوند بشی. حکم حق گسترد بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. میگه فضای بسته شما به خاطر وجود من هاست. همین منهایی که نمیذارن شما متوجه بشین که من لحظه به لحظه دارم در زندگی شما کار میکنم. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادرتر زان شیوه پیشینش.
و به جای اینکه منها تو برونی به حاشیه تا من در تو ساکن بشم، پشت سر اونها واسطادی و اونها دارن بهت میگن که خدا صدای تو رو نمیشنوه. بهت میگن ببین مادرت، پدرت، دوستات همه دارن صداتو میشنون ولی خدا صداتو نمیشنوه. الان تو این وضعیتی که تو قرار گرفتی حتی دشمنت دلش میخواد بهت کمک کنه ولی خدا هیچ کمکی بهت نمیکنه. و این نداها دائما از تاریکی و از طرف منها به تو القا میشه تا تو رو از خالقت دور کنه. و اتفاق این لحظه برای اینه که همین منها و همین هم‌هویت شدگی ها رو در درونت بزنه. وقتی شما فضا رو باز میکنی و تسلیم میشی، یعنی داری به صورت عملی با زندگی حرف میزنی. یعنی داری به صورت عملی ذکر حکم حق گسترد بهر ما بساط رو میگی. حالا نوبت خداونده که دستمون رو بگیره. به محض اینکه تسلیم میشیم و فضا رو باز میکنیم، بلافاصله میبینیم که نیم ز کار تو فارغ، همیشه در کارم. و وقتی که یکی از هم‌هویت شدگی ها رو کنار میذاریم، منظور مولانا از این که میگه میخوام عزیز ترت کنم رو متوجه میشیم. و متوجه میشیم که چه در بعد درونی و چه در بعد بیرونی عزیزتر شدیم. پس زمانی که گرفتار مشکلات شدیم، این بیت پر از عشق و محبت و لطف خداوند رو به یاد بیاریم و دائما تکرارش کنیم. اونقدر تکرارش کنیم که به جان و دلمون بشینه و طرز فکرمون بشه. نیم ز کار تو فارغ، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به لطف بردارم. خداوند رو شاکرم که در این لحظه نورانی در حضور شما عزیزان جان بودم. همچنین ممنون میشم اگه از این ویدیوها خوشتون میاد برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک و برای دوستانتون ارسال کنید. در انتها بهتون پیشنهاد میکنم 2 ویدیوی آخر ما که 11 راهکار مولانا در مورد تغییرات درونی و همچنین تغییرات بیرونی زندگیمون هست رو حتما ببینید. در پناه نور و عشق الهی پیروز و سربلند باشید.